بیا 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 مرگ بخورین حالا توپو بره صدا میکنیم بخوردیم باد کرده کجا میری اینه خواهد بر رنگ بشه بیا اونا تو بکنی از صبح میخوری یاره بله بله شکر شما خوبیم بخیر خواه با سر سمینای همینگه مخ کردم چره؟ چه کار خوار با چه کار شده؟ بابا چی خواهی به سر کلی هم زدین آخه؟ بابا چی واسه به سر کلی هم زدین؟ آخه خواه بعد کده خود چپات زده چه کاریه که خود چپات میزنه شما تیر از پجل به خیر خوشی بخوره شما مغزه نمیتونین برای بگید که چرا بسه از او کار نمیکنه که میایی من هم میزنم کار میکنم امروز تا خونه جارو کنه برای او خب چه کار کنم خواه تو بگو چه کار کنم آخی جنجال چند وقته آخی حالا آخیر چه کار میشه خواه من چه کار کنم من میشه که یک دم بیام اونجا پیش تو یک دم سر زمین و یک دم پیش گواه آخی چی گفتی پیار مردیم و چه کار شده دو میده خب غلط میکنه دادم اونجا فلاکس گلاس چیزی و پیش شونه بود میزنیم و پیناکی واقعی او غلط کرده که پیار مردی مرد دو داده امروز من یک طرفه میکنم تو سبب بده به کجای گیلک به کجای گیلک به کجای داده نمی گیلک به کجای آنال سیکنو مور پیدا میکنم از اون میپرسم که چرا زن تو پیار مردی مرد دو داده بفرمیدین حواس شامی بودم با فلاک بام تا سر میزنی که با شفاخانه بردم او راخه صبر بدین یک دقیقه صبر بدین من امروز تیار میکنم امروز این کارم یک طرفه میکنم خداحافظ کار ندارین شما در یک دقیقه نه اگر ما میریم پیش گله کن میفهمونم اگر نفهمید خود نمیان شما رو برمیدارم میارم به سرا خلاص باشه ما میام باشه خداحافظ با پیران آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مونده نباشی با پیران آسمانی چادر ماشی باز آمدی ای دلبر من مونده نباشی بیا مونده نباشی ای جان مونده نباشی بتا مونده نباشی خوش آمدی بیشین که تو را سیر ببینم بخونی بوز غم جونی بوده غصاب غم پی
آه بابا بله مدرام جنگ کردم از دوتا کی؟ مدرامه چرا؟ جنگ کردم بابا این مدرم به اون مدرم میگو نوبتون تاثیر جاری کنی این مدرم به این میگفتن نه نوبتون جاری کنی بالاخره به می مسئله گپاینو پیش خود یا مدرم بزد و تا گوش مدر دگیمه قراری کرده و هم زنگ به ماما عباس همه داستان رسی تا به پونر برای اینو اختلاط کرد بابا کدوم مدر تو بچه پاد به تر مدر تو زد؟ خو این مدرم میگو مدر دگیمه زد بچه پا مدر خورد تو بزد به تر مدر کلون تو؟ خود تو البته اونجا بغلی بودی خب من به چی بگم هر دو تا مدرام برام من میشه برای نبیتره میکنم باز همه یک چند کلمه گفتون چرا مدر من میزنی گفت یک بجبی با تو چی میخته بیلی خود سوال تو به دیوار میزنم من بجیستم از سرم کدوم مدر تو به تو گفتن؟ مدر دگیمه یعنی ببینم دو دادن مدر مزه میان سوختکی شد که تو چری پیار مرده مرده میدی یعنی زنگ داد با ماما کدوم مدر تو ببو مرده تو بابا مو مدر می این مدر مرده آها مدر خورده تو رسی ببو پیار داره آه حالا تو عباس بدیدی؟ بابا ندیدم بدم گوشی که خودی مدر من گپ بزن کفتکی بیدن میگو تنگیلن با کجایی که من خودی رو گپ دارم تسکی حساب کنم بخدیم قایمشیم بخدیم دگه کجا برم؟ بابا هر جا میریم بریم بخدیم که بیای خودی شما جنجالی به پا میکنه اونه عباس بیانا به جلوی من بس نکن به جلوی بابا من میتونم شما کاری کنم هنی بری پشت دارم کدو دارم؟ بری پشت دیوار هنی ها؟ بیله چی؟ کجی؟ اگه آمدک بگو اون ایمه پلچاد بر خود اگه آمدک بگو نیه پیار من خوبه؟ بابا بری خوبه هیچی نمیگو بگو نیه خوبه قایم شدی ها؟ قایم شدی ها خبر کن ها خدا خیلی پیش کنه این ماما مویخی سرقیه ای بیای جنجال بابا دو مادری دیگه خلاص بابا عباس بیا ما دو مادری خلاص امرو خودت تو ما یک طرفه میکنم مردی خور نشونده الاف کنه خور نشونده به کجایی کجی او به کجایی میگی ایلک یا تو نمیفهمم تو به سرا نبودی آخه اشته مادر تر زده تا گوش زده آخه خود چی کار چکا اشته ببی مرده تو دو داده توی چی نتونستی خود دفاع کنی از ببی مرده خود دفاع کنی ما بگفتون گردن ما ون باشه هر چی آدم ما بدر شد بگفتو مادر ما گفت چون که مختیر بیلی خروس یک وجبی به تو چی یک پا به تو وای ما چی اشتباهی کردیم کاش که روز اول یکی هوشیار میشد میفهمید نه کاش که هوشیار میشد با مادر تو بزده ببی مرده تو دو داده توی چی نتونستی بگی ایوه اصلا نمیبودم همون خیلی چیزی پیدا میکردم تا سر نمیزدم نمیشود کاش دو داخل میفهمی چیه زور من نکشین ماما گردن آلی به کجا تو مغزم به کجا هستی میچون از صبح بدر شدم از سرا گردن من امرو ببینم من خودی از یک طرفه میکنم باشه ایت خوب تو ماده دیگه خلاص شد لیاز میاز دیگه خلاص شد خیلی گلگاو نیه که نکش ایلاز کنم به کجا آخه پیدا کنم کشی رو پیا کنم پیدا کنم خودی گپ میزنم خودی هم مغزا گپ میزنم که میزن تو به چی دلی وقت پیا مردی مرد داده چرا به تا گوش خوار مزده ما گردن چی حق داره به تا گوش خوار میزنه ابا چکا ما به قربی لوش خربزه سینی پیار ما برای دو تا زنگا با ما مزار اول دیشتی پاس بیده که تو زنگ ما چکو اصلا ما آدم تا بیعقل شدم که دادی خرامی گلک دادیم و خیال کردیم که باید که بیز آدم دیوانیه ما کور شدیم ندیدیم همی خیلی ماما ایشتا آدمیه قمیله داره ایتا جنجالا به تا خونواده پیش میه کار کنم ما مگه این پیدا کنم موتنیه کجان مایی به پلی گلگاو شدیه هدف کنم بیا که با خودتو معلوم کنم آخی با مادر تو گفتم گلک به کجا گو سرانیه شاید 100% به سر زمینا خوب باشه تو ما دروغ میگی شاید به اون طرف باشم ابا شاید اون طرف سیکو کوک آخی بجا که من صبح تا شما پیدا کسی ندیدم کوکه حال تو ما دروغ میگی نیگر نه من چه کاره با شربزی داری چی کیشه کجی راست خور بگو کجی های کجای گلک پیار تو بگو با من ایت جانیه ماما یالاده کجی یالاده ایت جانیه ماما کسان ما خرابه اشاره بزین بابا ایت جانیه گردن نیه اون جوگا بیا بخی بیا بخی برنگ توش از من خواهی میکنی اشاره بزین
بیا لنگ خور یارت بیا از من خواهی میکنی بابا به شما تو خواهی مفتکو نگاه دو مادر یک طرف تو با تعمیر جو بزنی یا با تعمیر جو میزنی چه؟ ها مزار من با تو میکشه؟ تو بشه این چند دقیقه میخوای تو گپ بزنو همین زن تو چی حق داره که وقت خوار ما تگوش زده هیچی بگفت پیا مردی مرد داده چی حق داره من چی تو میفهمم؟ حق نداری که پیا مردی مرد داده که زن داره بفهمید مزار من میکشه بزیر تو زور تکنی که تو زن نمیکشی خلاص کن من دستیو تو کی گفته که تو زن کو خوغه همینه دارم با که چی بیا که من گپ زنم خودت چند کلمه گپ زنم میته بیا هنی گفتی گیلاک ما خودت یک طرفه میکنم بگم میدلی دادن بگو چرا دادن چرا تو خیلی خوار خور می ببر جمع کن گوش کشین خودگی تبریک باشه خوب گپ میزنی امروز ما خودت یک طرفه میکنم با خدا قسم اگر تو از همه جا تو خودت یک طرفه کنم من زور داده 40 پیا مرده میده چی حق داره مور ببینم باشه من زن تو ببینم مزار من میکشه بزیر با میگه زور میکشه اما زن نمیتونی زنگ زبری بگو به کی؟ زنگ زبر زن بگو چرا دادی زنگ که خون وجود شما ده زنگ زی مادر من بیترسی پیار من بیترسم گوشه ماما تو میترسم. گوشه گله نیه زنگ زی خو چرا میترسی زنگ زی بگو چرا دادی آخه اما زن نمیتونی بگی اشته زندگی خواهر من خراب کردی در و در کردی اور بفتیم با خیر زندگی اینا خوب نیه روز تاشم جنگ بخونه زندگی خود خودم خراب کردی تو راست میگم خاک برای انگ تو شه دو مادری دیگه یک طرف مال داده خو میور میدارم میبرم به خونه سکم اشته میگی با حالا کی میگه که بار جوار دا جمع کو تیار کو برای سرات تیار کو که ما رو جمع کنم چی میفهمی؟ میتونه میشه که ما ببرم رو جمع کنم میتونه میشه تو چرا خور جلوی نگرفتی؟ جلو کی پیاره که جلو نگیره بچه چی گله ها مزار من از بچه میکشه چی گله خصوص از این میکشه این میترس این بچه خورده مادر خود چی بگه از این میترس از من میترسه به مادر خود چی بگه ای هیچی خاک برنگ تو شه سر بده امروز تیار میکن سر بفهم که چه کار کنم نگفتم بابا چه آدرس من میدی؟ گردن ما بر باشه هر چی شده که تو که قایم چی پشت دیوال بدی من قایم میدم دیگه با من میرم مسرا میرم بده سکو من به این جنجالا کنم اگه مشتیخان میشم اگه مشتیخان شدم بابا بیاین بری ها بیاین بریم مسرا بریم بیاین خطرناکه میزنم بابا بیاین کی به شما گفته که دو تا دعق کنیم فهمیدی؟ تارتوق ما تیار میکنم میگم این نورلایه کار با تنشتنی خیلی چه این خواه خود سر جای نمیشونی چرا؟ چه کار شده با؟ چه کار شده؟ کدو خوارمه؟ چند تا خوار داری آخه؟ زنگی لکه میگم خب چه کار شده با؟ وقتی به تاگوش خوار مزده تاگوشی که هیچی بفته پیای مردی مرد داده چی حق داره؟ چی حق داره که پیای مردی از غاویری میکنه دو میده بزو؟ باز همین تو رزوارز میدی گپ چیه که ما بفهمم رزوارز نه گپ همینه که با خاطر یک تاثرای این وزو گفته جری که وزو گفته که گرچه حق خوار تو بده که تاثرات جری کنه وقتی به تاگوش زده پیای مردی مرد داده چی حق داره لا نولا زنگ زبری بگو سر جا خوبشی با توی چینه میگم سر جا خوبشی که با اعصاب اگه خراب نشد با نولا دهن ما خود شما قطعی میکنم انا به شما گفتم شما ایت مرده پیر بودین که خواه سر هم باخت دادین آخر مخ زنه میفهمیدین که می گیلک زن داره که زندگی خواه خو بگفته خراب کردین شما هم زنه میفهمیدین گپات خلاص شد ها خلاص شد این گپ بزی گپ چی کار داره هر چه که نصیب و تقدیر باشه نصیب و تقدیر یا باشه که اما با تو هم ضربت ها باشه هر چی که تو گفتی ما با تو تعامل کردم تمام به خاطر از این که تو اول مثلا نگم خوارتم خوار ما میشه فرق نمیکنه چرا خوار ما به مخونه زندگی میکنه این تا خوارم که هم دیگه نمیگیرم میزنم هم دیگه دو میدم خوار ما کی وقت دو دادم حالا این کار به من چی ربطی داره شوی داره کاکا من رو به دست شوی تحویل کردم خدا کنه روز یک پست سر بکنه به من چی ربطی داره بار نزای زنه بگم بورار اینو مسئولیت به بیرونه والی لا نمیخ زنه میگم از کلمترم هست تران شما سر جایو ها این دفعه هم هیچی دفعه دیگه بیت با گیره نکنم با شما یعنی چه کار میکنی چه کار میکنم با یعنی خطی میکنم دیگه با نمیفهمی چه کار میکنم نه چی رقم قطعی میکنی اشتا قطعی میکنی نه اشتا قطعی میکنی نه بگو اشتا قطعی میکنی که ما نه اشتا قطعی میکنی گناه از خوارت هم هست و تازه خونه بال داره تو مثلا نگاب میه به سرما در روز میکنی برو خودی سوی گاب زن
شما اگر ننگ می‌داشتین خواهر جوان خب سر انباق نمیدادین. نصیبی هم میبوده. نصیب هم میبوده. بریم ردکار خواهرم به شما این دفعه هم بگم. زور شما با داماد شما نمیکشه میان به سرما تعرض میکنی. ما رفتم ما خودت ما خود جنجال کردم ما سو تاجو لغت کنم. بله. دیگه داماد ما اگر همین روزگار کمال به سر خواهرتون خب اگه به سر خواهر نمیدی اصلا به خواهر خوبم کنی یک دفعه. داماد مگه هم خواهر مسرای بگیره خواهر خود پیش میاد خلاص. دیگه چیری خواهر نمیبینه. با سرما تعرض نکن خود داماد خود. برو. کلا پخ از زنگ زنه بگم سر جا خوب بشینه. عباس کوچکش آخرین دفعه تو باشه دیگه دیبا دهن خور درست واکنی گپ زدن خور بفهمی که باز از ما گنده‌تر نفری نمیبینی. برو احترام تو هم داری چی تو نمیگم. تو صبر کو کان احترام مرا داری شکار میکنی صبر کو بستکا ما احترام با تو نشون دو یگن به خورده کلونی شما سر نمیکنی. بابا جانو از خود شویی داره زندگی داره خونه داره به ما چی ربطی داره ما چه کاره یو ما زندگی مسیوا خونه مسیوا نصیبی هم بودم ما خواهر خوب دادم بزنی حالا که هر جنجال باشه دیگه خانمر کو نگیریم برو خود شویی گپ زن با چی جنجال افتادن خودی از اینو بچه بخوری شتنی جانجرین رمضان خیلی هستی تیار هستی جانجره میگم چه کاره بچه کاکا باز عباس خسوربوری تو بلند نورالله خسوربوری دگه تو میگشتر جنجال میکردن خود حقیقتات داشتم یکی میجیست یکی دگه میدویدی چی رقمه چی گفه همه زن نادون بیاقل همه خورتکک خواه نورالله اما مثل که ما چه بیشتر بده خوصال مرده داده انا با چپات بزده بده به تاری مدل کجی آخه مدل کجی که کلونتره او زن خودتره برار تو حالا یک لیازمرات خورد و کلونی چی شد؟ اصلا مرتکال بمونده لیازمرات که به پیار خودش تو باشه یار راست عباس بیامد به سر زمین بیدون به پیش ما آمد اول کجی رو آمد بعد من سیمام رمزون غتیکه بیا از اوی اتاچک از ارم مادر سیما تو غتیکه گوش کش ای که سیمام غتیکه بعد عباس از سر خوب بالا کردم میتون نیم ساعت به سر پنجام با هوا میتون نگادشتی بود پس ایر وردشتون بزدم به زمین وقتی که به زمین بزدم دیدم که ای دنبه کلی و مثل خربزی پوله خربزا تنبلیر بدیده بشی دنبه کلی از مثل خربزا تنبلی باد که به گریه شد مگو تو من جوان تو ریشی داری به چه نخو تو نباید به گریه شی گریه بگذار که ما بکنم ما باید به گریه شم به گریه شد دل ما بزو بسخ با دستام البوس که گو تک با بخشید دوار جو شما انا گوتون برو دیگه با سدی هم به کیسی که گو تخیر بینی دور بزدی از سر خوب بالا کردی بزدی به زمین به تو سدی هم جایزه داشت جا تو خیلی باشه رمضان تو سدی نشون ده کی؟ سدی که خرج میشه دیگه میمونه همو عباس قوری برنجی با شوری یک ساعت نمیتونی به سر دست خونه واداری قوری برنجی که به زی شکم دیرو میره همین هست که پول به کیسه ما نمونده اصلا اشتا آدم بیعقلی بود که زن اوله به تو داد اشتا آدم بیعقلی بود که زن دیومه به تو داد من از خود خود فراموش کردم ماله فس یعنی ما به چه کاکاتو نه تو سخته که تو به تعمیدی میگردی رمضان تو سخت اصولت تو میگیره که تو که گلک دیونه به تقلا میگم دو تا زن داره تو نداری حالی که من نمیتونم اونا در نظر از فکر خورنگاه دارم اونا دیگه جدایه ای که من از اونا میترسم از یکی البته اخورد میترسم اکلون که به کل اصلا مثل بغزالی ارزش نمیدانم انا اون دیگه بخشیه خدا حافظ برو بچه کاکا انشالله 5 سال بعد بفهمیدی بله مگر از این پیاده روی که تو تیر شکستی تیر نشد جور صد بند بشی برا دلدارم که دیونه زنجیری میشه سلامت بشی برا تشکر از تو